سلام تماشابینان گرامی، هواداران برنامه‌های تحلیلی شبکه جهان ما. نشر نوبتی برنامه صحبت روز منظور شماست. در زمان معاصر به راه ماندن همکاری‌های تجارتی میان کشورها، رشد بخشیدن صاحبکاری خرد و میانه و بخش خصوصی یکی از شرط‌های اساسی تأثیرگذار در پیشبرد اقتصاد ملی محسوب می‌شود. در برنامه امروزه راجع به اهمیت همکاری‌های تجارتی کشورها و استفاده ثمره‌بخش زمینه و امکانیت‌های موجوده جهت رشد دادن صاحبکاری خرد و میانه هم صحبت می‌شویم با یکی از صاحبکاران موفق، شهروند تاجیک تبار افغانستانی، راهبر صاحبکاران ولایت قندوز جمهوری اسلامی افغانستان، سید مجتبی هاشمی. بسیار خوش آمدید به صحبت ما. و در آغاز صحبت چون آگاه هستیم بیوسته سمت کاری شما روانه شده است به تجارت. خب تجارت خود رو هم در تاجیکستان و هم در افغانستان به راه ماندگی هستید. خب نخست بیایید در آغاز صحبت راجع به حالت امروز روابط تجارتی میان دو کشور همسایه یعنی تاجیکستان و افغانستان بگویید. یعنی امروز وضع امروز صاحبکاران همکاری صاحبکاران یعنی همین دو کشور در چه سطح قرار دارد؟ تشکر میکنم یکم از شما و از تلویزیون شما و همچنان از کارمندان تلویزیون شما و در کل از مردم شریف تاجیکستان که واقعا زمانی که ما تاجیکستان میایم احساس بی‌وطنی نمیکنیم. یعنی در کل گفته میتونیم که ما هم احساس میکنیم که تاجیکستان وطن ماست و ما هم در قبال آبادی کشور و در قبال رشد تجارتی کشور همیشه ما کوشش کردیم که حداقل ما در مجموع در افغانستان یک همسایه نیکی که داریم او عبارت از تاجیکستان است که به تمام مردم افغانستان او وعده است. قبل از انتشار ویروس کرونا حجم بزنس و یا تجارت در تاجیکستان و بالاخره به افغانستان از 100% فعلا آمده به 40%. به دلیل از این که روابط تمام کشورها برهم خورد. یک مرض مهلک کشنده که امروز دامنگیر تمام جهان و کشورها شده، یکی از عوامل یا علتهایی که ما تجارت در تاجیکستان و بالاخره افغانستان رشد دادن نتونستیم، یکی از عواملش همین ویروس بود که تقاضا ما چند بار تقاضا کردیم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان که حداقل زمینه سازی بهتر از لای دیپلماتیک، چون روابط دو کشور است، روابط دیپلماتیک حداقل متاجرایی که فعلا در اوج مصروف کار هستند زمینه سازی شود. تعداد اندکی است، اما متاسفانه دولت ما تا هنوز برای ما همچون جوابی که به خاطر رشد تجارت ما از تاجیکستان به افغانستان شود برای ما نداد. چون در بخشی از تجارت از تاجیکستان الی به افغانستان تفاوت‌های میان کشورهای دیگه همسایه وجود دارد که ما همیشه او تفاوت‌ها را همراه دولت خود بحث کردیم. گفتیم که شما ایره همراه دولت جمهوری تاجیکستان ایره شما باید حل بکنید، چون روابط دیپلماتیک ایجاب میکنه. یعنی با فکر شما، از گفت شما، خب امروز همین یک کم تأثیری گویم پاندمی کووید 19 با وضع خب تجارت صاحبکاران دو کشور تا اندازه مانع ایجاد کرده است. در صورتی که افغانستان بازار آزاد است، ما از وضعیت بازار آزاد نبیاییم و مثلا به زواتا یا به کسایی که ما از جا بار میخریم ما بازار تشریح نکنیم و بالاخره شرطنامه نکنیم، پول نسپاریم، این خودش وعده است. این در حقیقت همون موانع کار است که ما نمیتونیم کالاهای بی‌صاحبه بدون از اینکه ما کیفیتش ببینیم، بدون از اینکه ما به قول شما زکز بکنیم و یا فرمایش بتیم او باره ببریم. در این بدون شک این مشکلات در تمام جهان است. البته این تنها موضوع تاجیکستان و افغانستان نیست، اما
یک تعداد از همسایه افغانستان مرز بروی همه شهروندان افغانستان وی کردن که عبارت از کشور پاکستان، ازبکستان تقریبا یک هفته میشه که مرز بروی افغانا باز کردن. اما یک خواهش و تقاضای ما از دولت جمهوری تاجیکستان وی است که حداقل اگر در صورت ممکن ما فشار نمیاریم به خاطر رشد تجارت، به خاطر رشد اقتصاد هر دو کشور، حداقل امو صاحب کارا و یا کسایی که رئیس فرم هستند امیج شرطنامه دارن با مثلا از تاجیکستان به افغانستان بسیار ما در این اواخر سمنت اکسپورت میکنیم و سیخ ارماتور، نمک و همچنان پخته و در ضمن اوگالوگ. اینی کالاهایی است که این بدون شک همیشه از تاجیکستان به طرف افغانستان میره و در افغانستان باید یک بازار بسیار آزاد در اینجا رقابت کرده در کار است که با چطور بتونیم جایگاه کالاهای تاجیکستان با وصف که ما حدود چند سال میشه که تلاش کردیم، کوشش کردیم که حداقل از کیفیت که در گذشته مثلا در اینجا خطایا مصروف استحصال بودن میکشیدن، اما خوشبختانه از لحاظ کیفیت روز به روز روی هم رفته، کیفیت بسیار بالا رفته از کالاهای تاجیکستان. امروز کالاهای تاجیکستان در افغانستان به اصطلاح جایگاه خود داره. این نامش مردم میشناسه که مثلا این ارماتور تاجیکی است، صفتش بسیار خوب است. به خاطر از این که دیگه این رشد بکنه و حداقل قبلا من اشاره کردم که همسایه نیک از هر لحاظ، از لحاظ سیاسی و فرهنگی و همزبانی، به خاطر باید هر دو دولت، چون ما ملت هستیم از زیاد ما دیگه این موضوعات تصمیم گرفتن نمیتونیم، فقط آواز ما میکشیم، صدا میکنیم که حداقل رشد تجارت باید امنیت بدن. این سر روحی هر دو طرف تاثیرات بسیار مثبتی داره. شما ببینین اگر مرز به صدها جوان فعلا مصروف کار هستند، اگر کار نباشه مثلا ما از اینجا بار نبریم و کار نکنن، بدون شک و میرن به طرف بدبختی، میرن به طرف مخالفین، میرن به طرف جنگ. و در اینجا شما ببینین روزانه به اصطلاح در گذشته روز 200 ماشین از تاجیکستان میگذشت به طرف افغانستان. شما فکر کنین 200 تا شفیار مثلا در گمرک چقدر مردم مصروف کار بود. زمانی که یک آدم کار بکنه دیگه در اوجا به اصطلاح دزدی و چور و چپاول و یعنی مشکلات به وجود نمیاد، خیالش بند میشه. ما به این نتیجه رسیدیم، به این فکر هستیم که حداقل ما از طریق اقتصاد، چون در کشورها اقتصاد حرف اول میزنه، اگر ما این را رشد بتیم بدون شک هم سر تمام ابعاد زندگی انسان ها تاثیرات مثبت داره. از روی مثلا تجربه هایی که مدتی مثلا طول 5 سال است در تاجیکستان شما مثلا تجارت میکنین و گویم که صاحب کاری مشغول هستید، زمینه و امکانیت هایی که مثلا در کشور ما موجود است تا کدام اندازه برای رشد بخشیدن صاحب کاری خرد و میانه یا که بخش خصوصی مساعد است؟ بدون شک بسترسازی در ارتباط به کار خرد و کوچک و یا از او بزرگتر در تاجیکستان زمینش خیلی بسیار مساعد است. شما ببینید، من به گونه مثال میگم، کومر تاجیکستان میره به پاکستان، در زواد سمنت پاکستان میره و در اوجا سمنت استیصال میکنه به افغانستان و افغانستان میره به مرز تاجیکستان فروخته میشه. این را باید صاحب کارا و کسایی که امروز در اینجا چند زواد را ساختن این را متوجه باشند. چرا مثلا کشور پاکستان از 70 یا از 700 کیلومتر میایه به کشور تاجیکستان که حداقل ما 210 کیلومتر فاصله ماست. ما چرا رقابت کردن نمیتونیم در حالی که مواد خام عبارت از کومری که من گفتم از کشور تاجیکستان میبرن، سنگی را که به خاطر سمنت استفاده میکنن از 300 کیلومتر دور میارن. ما رفتیم دیدیم، در حالی که در تاجیکستان چنین نیست. زواد در ایجاز از 100 متریش سنگ میارن.
و در ضمن سویتی که در تاجیکستان ارزانه است، یعنی به قیمت نازل به صاحب کارا داده میشه، در کشورهای مثلا پاکستان یا ایران به این نرخ نازلتر نیست. ما این ارزیابی کردیم. این باید سوال از کسایی که صاحب کار است، یعنی اکسپورت میکنه به کشورهای خارج، این سوال از با داده شود که حداقل شما در بخش اکسپورت، در بخش بازاریابی شما یک متخصص بگیرید، شما رقابت کنین. زمانی که شما متخصص گرفتین، یک کسی که تخصص در ارتباط اکسپورت داشته باشه، شما از او استفاده کنین و بالاخره جایگاه امو کالایتان در کشوری که صادر میکنین در اونجا باید بیابین، پیدا بکنین. مسئله که فراگیری تمام کشورهای منطقه است، مخصوصا خب فکر میکنم که فراگیری هم تاجیکستان و هم افغانستان است. این همین یکسان باز نایستادن بازار اسعار است. خب اکثر صاحبکاران چون مثلا هم صحبت میشویم و توجه تحلیل میبریم، بالاروی خب ارزش محصولات در بالاروی قرب اسعار خارجی معنی داد میکنند و اینم سبب میدونند. خب به فکر شما کشورهای منطقه مخصوصا تاجیکستان و افغانستان چه کارها را باید روی دست گیرند صاحبکاران این دو کشور و دلخواه مثلا قشر جامعه تا ما میتوانیم که تا اندازه هم باشد در بالاروی ارزش محصولات یا بالاروی قرب اسعار خارجی و تأثیر آن به همین کشورهای منطقه تا اندازه سهم گذاره. امروز مردم عام باید بفهمند که چرا اسعار ما مثلا امیسوم ما بالا میشه، پایین میشه در مقابل دلار. این عوامل مختلفی داره. زمانی که یک کشور از لحاظ سیاسی یعنی انارشیزم با وجود بیاید، یعنی ارج مرج باشه، اختلافات باشه، جنگ باشه، بدون شک که پولش بی ارزش است. اما خوشبختانه در تاجیکستان چنین نیست. امی ویروس کشنده کرونا که با وجود آمد و بالاخره امو موضوعی را که من قبلا اشاره کردم که بیزنس از 100% به 40% آمد، این بدون شک تاثیرات خود داره. زمانی که ما مثلا میایم از اینجا کالا خریداری میکنیم، در مقابلش دلار میاریم، زمانی که دلار نبیاریم، اسعار به اصطلاح تاجیکی ملی این خود به خود خسته میره. زمانی که ما در اینجا دلار بسیار میاریم و کالا خریداری میکنیم، دلار بسیار میشه، این بدون شک این معمول است در تمام کشورها که اسعار قیمت خود یا ارزش خود پیدا میکنه. به خاطر پیدا کردن ارزش شهروندای ما، بخصوص شهروندایی که ما میگیم شهروندای ما خود شهروند تاجیکستان اسم میکنیم، احساس میکنیم، مسئولیت هم دارن. بیاین که از کشورهای همسایه خود ما تجربه بگیریم. امروز که ما را بدبخت ساخت مشکلات ناامنی و جنگ و مثلا ما به وطن خود، به مو زادگاه خود احترام نداریم. با واقعیت گپ اگر احترام می داشتیم امروز جنگ نمیکردیم، وطن خود ما ویران نمیکردیم. این درس باید تاجیکا از افغانستان بیاموزند. باید به وطن خود احترام داشته باشند. سعی که ما اینمت یک پارک در تمام افغانستان نداریم، اما در تاجیکستان بساطها پارک است. مردم میتونن این را باید شکر خدا را بکنن، شکر امی جناب عالی که واقعا در آغاز باید من تبریکی میدادم به ملت تاجیکستان که حداقل ملت تاجیکستان باز 7 سال دیگه به طرف پیشرفت و ترقی است، به طرف تعالی است. ما میبینیم تجربه گذشته ما را نشان داده که واقعا یک رئیس جمهور دلسوزیش ما به افغانا دیدیم. شما چند قبل دیدین که رفتن به پامیر با لاتسپیکر صدا کردن سر مردم افغانستان، وعده همکاری دادن. بدون شک واقعا که یک آدمی است که خداوند 100 سال عمر بتش، 1000 سال عمر بتش تا این کشور ما افتخار میکنیم که چون کشور تاجیکستان هم زبان ماست، هم فرهنگ ماست. در صورت امکان دولت جمهوری تاجیکستان داشت بکنه که حداقل امی بیزنسمنایی که اینجا شرط نامه دارن با ما اجازت بدن، اما چیزی که قانون میگه و وزارت صحت عامه در نظر داره، به می تاجرای ما اگر زمینه سازی شود که با به اصلاح برن و بیاین،
بدون شک پس تجارت میره به طرف بالایی، به طرف رشد. صاحبکاران منطقه، مخصوصا صاحبکاران خب کشور ما، صاحبکاران مثلا کشور همسایه افغانستان، خب در روند فعالیت خود پیش از همه چی را باید به اینابت بگیرند تا اینکه میتوانند اندکی هم باشد سهم خود را در پیشرفت اقتصاد کشور گذارند. وظیفه یک به اصطلاح صاحب کار است که حداقل زمانی که بزنس میکنه یا تجارت میکنه تمام مسائل دولتی را باید در نظر بگیرند به خاطر رشد. بدون شک منافع ملی را یک تاجر که پامال کنه، این در حقیقت ملت خود پامال کرد. ما باید به عنوان یک تاجر، به عنوان یک کسی که ما با یک کشور همکاری میکنیم، ما باید اونمون نزاکت های دولتی را، مثلا این من مثال برات میگم، ما 100 تن بار وارد تاجیکستان میکنیم، ما باید 100 تن تموج کنیم، نه ای که در جای 100 تن ما 50 تن تموج کنیم. این بالاخره این ضررش کی میبینه؟ دولت نمیبینه، ضررش ملت میبینه، چون این پول ملت است. ما پول ملت خیانت باید نکنیم. یک تاجر باید خائن نباشه. تاجر باید دست دولت بگیره، دولت دست تاجر بگیره، تا که هر دویش دست به دست هم داده دست ملت بگیرند. در این صورت ما موفق و پیروز و رستگار میشیم. تشکر میکنیم از شما برای شرکت در برنامه و ابراز فکر و ملاحظه های بسیار سودمند و سری وقتی که پیرامون مسائل تجارت و اقتصادی هم تاجیکستان و هم کشورهای منطقه ابراز نمودید. تشکر از شما که همین زمینه را مساعد ساختین تا مو ناگفته ها که از طریق تلویزیون شما یک تغییر مثبت چشمگیر به وجود بیاید تا هر دو کشور توسط همین اقتصاد و تجارت رشد خوبتر و بهتر داشته باشند. سلامت باشند. بار دیگر تشکر از شما و بیننده های ارجمند. در فراورد صحبت با نتیجه گیری از اندیشه های همصحبت برنامه امروزه امان میتوان چنین خلاصه نمود که واقعا بسیار خوب است که امروز فضای بسیار فراخ و آزاد برای صاحبکاران کشور ما فراهم است و با استفاده از چنین امکانیت ها صاحبکاران ما فعالیت خود را رشد میدهند و در پیشرفت وطن عزیزمان سهم میگذارند. باشد که حال و هوای همبستگی و همکاری های گوناگون جنبه در فضای آباد و آسایشته و یک پارچگی کشور عزیز تاجیکستان صاحب استقلال پاینده و استوار باشد. اینجاست انجام برنامه نوبتی صحبت روز. تا دیدار در برنامه های آینده.